السلام عليكم. وعليكم السلام. جوزيف حسن شلون؟ بنت. همین طفل ما قبل نمیشه ثبت شده بود و از طرف کارمندای شما به ما زنگ زدن ما آمدیم اینجا. اسنادتان طفل شما سوراخ ولادی قلب داره؟ بله. حالا نوبتش رسیده. طفل شما را همراه با 15 طفل دیگه به یکی از شفاخانه‌های داخلی معرفی می‌نماییم. تداوی جراحی آنها از طرف سرمشق انجام میشه. تمام مصارف آنها رایگان بوده و تمام مصارف آنها را جمعیت هلال احمر افغانی می‌پردازد. از سلامیاش به خاطر تداوی مریضان سوراخ قلب تشکر میکنم. بازم تشکر. خیلی ممنون. هموطنان گرامی، تداوی مریضان سوراخ ولادی قلبی جمعیت هلال احمر افغانی تداوم دارد. هرگاه اطفال شما توسط معاینات تشخیص شود که سوراخ ولادی قلب دارد، جهت تداوی جراحی به سرمیاشت مراجعه نمایید. تمام مصارف آنها رایگان بوده و تمام مصارف آنها از طرف جمعیت هلال احمر افغانی پرداخت می شود. افغاني سره میاشت نن پدیده د 14 مریضانو چې مورزادي د سوری لري یو داخلي شفاخانې ته د تداوی لپاره معرفي کوي. د دوی ټوله خرچه وړیا ده او د دوی ټوله مصارف افغاني سره میاشت ورکوي. خدای دې ټول ته صحت شفای په خیر ورکړي.